مسافرین محترم، هواپیمای تهران به آمستردام. لطفاً کمربندای خودتون رو ببندید که هواپیما می‌خواهد پرواز کند. من که از تو خونه بستمش. یعنی واقعا داریم میریم خارج ببینیم؟ ما که باورم نمیشه. آره دیگه تموم شد. دیگه آخون نمیبینیم. خسرو حالا هواپیماش مطمئنه؟ نه، روزی 2 بار سقوط میکنه همه میمیرن. آخه من کجا بدانم آقا جان؟ من از وقتی که فرزند شما شدم این اولین بار سوار هواپیما میشم. فقط اینو میدانم آخوندا هواپیماشون هم مثل پریدشون میمونه، هیچ اعتباری بهش نیست. ولی از بابتی اعتبارش از هواپیمای کشور خارجی هم بیشتر. چرا؟ آخه تو خارج هر کی سوار هواپیما میشه نهایت ترسش اینه که نکنه هواپیما ربایی اتفاق بیفته. تو ایران اصلا هواپیما ربا جرئت نمیکنه سوار هواپیما بشه. بابا شما یادتون نمیاد اون قدیما که یه بار با بابام سوار هواپیما شده بودم؟ یادم خلبان از میکروفون به مسافرها داشت خوش آمد میگفت که یه دفعه فریاد زد ای وای! یه سکوت مرگبار تمام هواپیما رو گرفت. بعد از چند لحظه خلبان گفت مسافرین عزیز پوزش میطلبم. مهماندار قهوه داغ رو شلوارم ریخت و شلوارم کثیف شد. بابام فریاد زد قبر پدر عظما، بیا ببین چه بلایی سر شلوارای ما آوردی. یه جا خوندم هواپیمای تهران مشهد داشت سقوط میکرد، همه داشتن داد و فریاد میزدن پوش از یه بسیجی. یکی ازش پرسید گاگل تو چرا فریاد نمیزنی؟ بسیجیه گفت مال بابام که نیست، بذار سقوط کنه، به من چه؟ آقا جان این جواد فرفره پسر اکبر آقا یه بار رفته بود تو داخل کابین هواپیمای بندرعباس با حالت تهدیدآمیز فریاد زده بود برو فرانکفورت. خلبانا یه نگاهی بهش میکنه میگه پس اسلحه‌ات کو؟ جواد میگه رفاقتی برو دیخو، حتما باید زور بالای سرتان باشه. یه بارم یادم اکبر آقا میگفت یه عموی خسیس داشت که یه بار هواپیماشون در حال سقوط بوده. عموش زنگ میزنه به پسرش میگه احمد زود برو آژانس مسافرتی بلیت برگشت و باطل کن، ما داریم سقوط میکنیم. آقا سفت بچگی‌ها منم یه بار سوار هواپیما شده بودم. واسطه پرواز رفتم دستمو بشورم. وقتی برگشتم دیدم بسیجی که بغل دستم بود اومده جای من نشسته. بهش گفتم اوی چرا جای من نشستی؟ گفت فکر کردم پیاده شدی. بس دیگه دلم درد گرفت خنده. حالا بگیم وقتی رسیدیم آمستردام برنامه تو چیه؟ از مرز که رد شدیم من که کانفیگ و فیلتر شکنامو پاک کردم. آقا جان پیشنهادم اینه وقتی رسیدیم آمستردام همون اول یه نفر همه ما رو به پیزای پپرونی مهمون بکنه تا این 30 سال نیمروهایی که با خورد ما دادی از تنمون در بیاد. تو مملکت آخوندی همین نیمرو گیرت اومد باید کلاتو بندازی هوا. ولی با پیشنهادت موافقم. حالا کی میخره؟ اصلا سنگ کاغذ قیچی بندازیم هر کی باق همه مورا مهمون کنه. قبوله. سنگ کاغذ قیچی. خسرو تو باختی همه مورا مهمون کن. نه اشتباه میکنی، من نباختم. من کسی مهمان نمیکنم، کسی مهمان نمیکنم، کسی مهمان نمیکنم، کسی مهمان نمیکنم. بازم این خوابیده که خسرو باز داری خواب میبینی؟ پاشو ببینم، پاشو خسرو ده، پاشو ده. ای وای سلام آقا جان، اینجا کجاست؟ من کجام؟ باز داشتی خواب میدیدی؟ ساعت 12 لنگه ظهر تو هنوز نون نگرفتی؟ پاشو باده برو 4 تا نون بگیر 2 تا تخم مرغ نیمرو درست کنیم بخوریم. ای داد بیداد بازم نیمرو؟ اشتباه کردم، با خدا اشتباه کردم. من مهمانتان بکنم، همه تون رو مهمان بکنم. تو رو خدا بذارین باز بخوابم تو آمستردام بیدار شم.